اینم یکی از اون کارهایی که خیلی لذت داره تو هوای آفتابی موتور سواری کردن. اینم یکی از چی میگن تفریحات ماست روزهای تعطیل. خیلی خوبه. میرم یه جاده‌ای هست، حالا امروز وقت ندارم ببرمتون، یه جاده‌ای هست میره توی مثل جاده چالوس تهران خودمونه که میره شمال، میره از توی کوه‌ها میره درست همون جاده پیچ و پیچ چالوس خودمون میره بالای کوه. بعد اون ور کوه دریاچه به نام لک السینور. بعد یه جای خیلی خلوتی هست اون بالای کوه که از جاده خاکی خارج میشه. حدود 1-2 کیلومتر میره. بعد میره وسط یه تقریبا جنگل مانندی که پایینش دره است که پر درخته، اون ورش هم دریاچه است. من میرم اونجا معمولا میشینم، بالاخره با خودم یه چایی چیزی میبرم اونجا میشینم ریلکس میکنم. اونجا میرفتیم خیلی عالی. خیلی قشنگ. بله، من فریدون صحافی هستم. در 11 اردیبهشت سال 1339 در تهران متولد شدم. به علت علاقه‌ای که پدرم به زبان فرانسه داشت و خودش هم لیسانس زبان فرانسه داشت و تحصیلات داشت در رشته فرانسه بود، دوست داشت من زبان فرانسه رو خوب بلد باشم. اینه که منو گذاشت مدرسه سن لویی که مدرسه فرانسوی بود. ولی خب هم ایرانی به ما درس میدادن هم فرانسوی. تمام دروس در دو زبان بود. بعد از اتمام دبستان مدرسه رازی رفتم که اونجا هم همینجور بود، مدرسه فرانسوی بود. ما معلمای فرانسوی داشتیم و معلمای ایرانی. یعنی ما 2 تا دیپلم می‌گرفتیم، یه دیپلم فرانسوی، یه دیپلم ایرانی. بعد سال 57 که من دیپلممو گرفتم، پذیرش داشتم از دانشکده پزشکی فرانسه که دیگه روز 20 مرداد سال 57 عازم فرانسه شدم. خیلی مشکل بود برای اولین بار بود که من از خانواده جدا می شدم. اونم یه خانواده‌ای که واقعا خیلی صمیمی بود. یعنی واقعا پدر من معلم بود، معلم ریاضیات بود و ساعت کاریش مثلا یه چیز حدود 20 ساعت در هفته بود. اینه که ما زیاد پدر و مادر رو در خونه می دیدیم. اکثرا با ما بودن و خانواده ما واقعا گرم بود. فامیل اکثرا خونه ما می اومدن و من از این محیط خانوادگی و از این محیط گرم دور شدم و وارد کشور غریبی شدم. هیچ وقت یادم نمیره روزی که وارد خاک فرانسه شدم، از پاریس رفتم به شهر تور، قطار گرفتم، وارد شهری شدم ساعت 4 بعد از ظهر که اتفاقا تعطیل عمومی هم بود، هیچکی نبود و من با 2 تا چمدون رسیدم و گفتم خب حالا من کجا برم، چیکار بکنم، من هیچکی رو نمیشناسم اینجا. چمدونا رو گذاشتم تو انبار و راهی خیابونا شدم برای پیدا کردن هتل. از اون نظرم که خب بالاخره وضع مالی اون موقع اونچنان نبود که هر هتلی رو بریم توش رو بگیم یه اتاق به من بده. مجبور بودم بگردم یه جای ارزون پیدا کنم. خلاصه بعد از 1-2 ساعت از این خیابون به اون خیابون، از این کوچه به اون کوچه، یه هتل کوچیکی رو یه جا پیدا کردم و یه اتاق زیر شیروانی داشت، طبقه آخر بدون آسانسور، قیمتش مناسب. اونجا رو گرفتم و بعد رفتم از تو چمدونم بالاخره مسواک و لباس زیر و لباس اینا رو برداشتم، اومدم هتل و شب اولی که خوابیدم، موقعی که دراز کشیدم، بالا سرم یه پنجره بود به طرف آسمون. با آسمون نگاهی کردم و گفتم خدایا دریاب ما رو، اینجا مملکت غریب، هیچ کی رو نمیشناسم، خلاصه اگه تو نباشی اینجا چیکار، من واقعا گمم. خلاصه اون 2-3 روز تعطیلی هم به سختی به ما گذشت و شهرم واقعا این قبرستون بود، هیچ کی تو شهر نبود. بعد دیگه مردم برگشتن و ادارات باز شد و من رفتم برای ثبت نام دانشکده و کارهای مقدماتی انجام شد و دانشکده پزشکی هم تو فرانسه سیستمش با ایران فرق میکنه. یعنی شما وقتی سال اول دانشکده ثبت نام میکنی، کنکور داره سال آخرش. معمولا 8% کسایی که ثبت نام میکنن وارد سال دوم میشن بعد از کنکور. خدا رو شکر ما سال اول کنکور رو قبول شدم و وارد سال دوم پزشکی شدم. 6 سال اونجا پزشکی عمومی دوره تئوریش طول میکشه. دوره تئوری که تموم شد، به خاطر اینکه نمرات من خیلی بالا بود و همه سالا رو بدون هیچ مشکلی رفته بودم بالا، یک عنوانی میدن به نام لوریه دو لا فاکولته د مدیسین، یعنی یه منصبیه که اینو دادن توی دیپلم من. بعد برای تخصص توی فرانسه دوباره کنکور بود که اون یه خورده سخت‌تر بود، یعنی تقریباً 4% میتونستن برای تخصص برن. وقت جراحی دیگه اون مثلا
0.5% اول میرفتن جراحی. من تو یکی از اون مناطقی که کنکور قبول شدم نفر سوم شدم. اینه که اونجا هر رشته دلم بخواست میتونستم انتخاب کنم. من رفتم برای جراحی قلب. خیلی دوست داشتم جراحی قلب. جراحی قلبم 2 سال با جراحی عمومی شروع کردم. 2 سال جراحی عمومی که تموم شد به 10 نفر شاگردایی که اول بودن اجازه دادن که 1 سال برن برای تحقیق. منم گفتن اگه دل بخوای اگه دوست داری میتونی بری. منم گفتم نه، من دوست دارم، علاقه دارم برم تحقیق کنم. که رفتیم راجع به کاربردهای اشعه لیزر در جراحی قلب و عروق. تازه اون سال، الان دیگه عادی شده، ولی اون سال 86 و 87 که من شروع کردم خیلی کار نوینی بود. هنوز تقریبا کسی تو دنیا اون کار رو انجام نمیداد. و ما یه کار جدیدی رو شروع کردیم. گفتیم به جای اینکه خود فایبر اپتیک لیزر رو استفاده کنیم، یه عدسی نوکش بذاریم که اون نوک لیزر یه وقت رگو سوراخ نکنه. چون رگایی که معمولا مریض هستن خیلی اینا آسیب پذیرن و به خیلی راحت میشه سوراخشون کرد موقع با لیزر. ما گفتیم بیایم یه عدسی بذاریم که نور لیزر رو به طرف وسط رگ بیاره، کانونش وسط باشه و گرد باشه که رگ یه وقت آسیب نزنه. آخر سال 87 کار تحقیقی من تموم شد و اون کسایی که بعد از من اومدن این کار رو ادامه دادن. من دوباره برگشتم سر رشته جراحی خودم و جراحی قلب رو شروع کردم. در ضمن اون سالی که ما تحقیق کردیم از طرف آکادمی ریسرچ فرانسه هر سال به جوانترین محقق فرانسه که تو دانشگاه بود یه جایزه میدادن که خوشبختانه اون تحقیقات ما تو اون سال جایزه رو گرفت. جایزه اول رو در فرانسه گرفت و از طرف وزیر بهداری لوحه افتخاری به من دادن. بعد من دوباره رفتم سراغ جراحی قلب. 3 سالم جراحی قلب خوندم و سال 1990 من برد تخصصیمو در جراحی قلب و عروق گرفتم. که چون من فرانسه سربازی نرفته بودم، چون فرانسوی‌ها 1 سال مجبور بودم برن، من به عنوان جوان‌ترین جراح قلب و عروق فرانسه انتخاب شدم. بعد دو دل شده بودم که خب حالا برگردم ایران یا مثلا برم یک کشور دیگه تجربه دیگه‌ای هم کسب کنم. پدرم اصرار داشت که من بیام ایران. گفت دیگه بس دیگه 12 سال از خانواده دور بودی، دیگه بیا. از این ورم خواهرم میگفت تو جوانی، هنوز 30 سالته، خب یه تجربه دیگه هم کسب کن، یه 5 سال 6 سال امریکا هم میتونه، بعد برو زبانت هم خوب میشه، تجربه هم اینجا ببین اینجا چیکار میکنه. بالاخره خواهر برنده شد. منم اومدم امریکا. درست 17 اپریل سال 1990 وارد خاک امریکا شدم و خونه خواهرم بودم. خواهرم خیلی به من کمک کرد، خواهر بزرگم، در اون 1 سال اول و زیر چی میگن دست و بال ما رو گرفت. ولی خب همیشه متاسفانه مشکل مالی بود، برای اینکه من با $3000 پول وارد خاک امریکا شدم و مجبور شدم اون $3000 رو بدم یه ماشین بخرم، چون اینجا ماشین آدم کالیفرنیا نداشته باشه هیچ. ماشین خریدم و یه مقدارم از خواهرم پول قرض می‌کردم، ولی خب بالاخره مجبور شدم که شروع کنم به کار کردن. تازه اونجا فهمیدم که مدارکی که من از فرانسه داشتم خب اینجا قبول ندارن. یعنی تا شما اون دوباره بردار رو اینجا پس نکنین و امتحان ندین، مدرک پزشکی شما رو قبول ندارن. خلاص ثبت نام کردم و خوشبختانه در عرض 6 ماه همه بردار رو پس کردم و قبول شدم و مجبور شدم اون دوران حالا یه سری کارهای عجیب غریبی هم کردیم. مثلا یه مدت من رانندگی این کامیونای ماشینای پست و تلگراف رو می‌کردم، نامه‌های در خونه مردم میدادم. یه مدتی توی رستورانی ظرف می‌شستیم و اینا، ولی خب بعد اموراتمون میگذشت. بعد رفتم رزیدنسی سان فرانسیسکو. اونجا جراحی رو خوندم و تموم کردم. بعد دوباره سر دوراهی قرار گرفتم که حالا برم سراغ جراحی قلب تو فرانسه یا اینکه برم نه یه تخصص دیگه‌ای بگیرم، مثلا یه تجربه جدیدی پیدا کنم. تصمیم گرفتم برم سراغ یه رشته دیگه که زیاد با بوروکراسی و دفتر و با کسایی که تو کار اداری بودن تماس نداشته باشم، خودم برای مریضم تصمیم بگیرم. دیدم که تنها رشته‌ای که دکترا خودشون برای مریضاشون در اون زمان تصمیم می‌گرفتن جراحی پلاستیک و زیبایی بود، چون اصلا به بیمه کار نداشتن، بین خود دکتر و مریض رابطه برقرار می‌شد. پیش یه آقای دکتر جراحی زیبایی و پلاستیک من 2 سال کار کردم به عنوان فلو و بعد از 2 سال تخصصمو گرفتم و شروع کردم به کار در این رشته. سال 94 بود. از سال 94 که الان سال 2005 باشه، تقریبا الان 11 ساله من در مطب خودم مشغول کار جراحی زیبایی و پلاستیک هستم. بیشتر کار جراحی زیبایی البته ما میکنیم، بینی و لایپوساکشن و تامیتا. و خوشبختانه دوست دارم رشته‌مو
البته جراحی قلبم گاهی وقتا به قول امریکایی‌ها خیلی میس میکنم، دوست دارم که دوباره انجام بدم، ولی خب فعلا تو این راه افتادیم و در این راه هم شاید خیلی‌ها ندونن، خیلی‌ها فکر کنن که جراحی زیبایی یه جراحی لاکچری به قول امریکایی‌ها، یعنی فقط برای سری آدمای به خصوصیه، ولی تا من نرفته بودم تو این جراحی نمیدونستم که واقعا گاهی وقتا آدم جون آدما رو نجات نمیده آدم در جراحی زیبایی، ولی سرنوشتشون رو گاهی وقتا عوض میکنه. خانمایی پیش من می اومدن که گاهی وقتا شوهراشون پیش من می اومدن گله و شکایت که این خانم من واقعا به خاطر مشکلی که داره و احساس میکنه که دیگه من دوستش ندارم سرد شده با من، زندگیمون داره از هم میپاشه و من واقعا زندگی زناشویی نجات پیدا کرد. از این مثال البته خیلی زیاده. ما باید اینو بفهمیم که نمیشه راجع به همه مردم یک جور قضاوت کرد. بعضی مردم هستن که مثلا داشتن یه بینی ناموزون واقعا اذیتشون میکنه، یعنی شکنجه میشن. یکی هم نه، با داشتن یه بینی ناموزون راحت زندگی میکنه، براش هم هیچ مهم نیست. اگر هم شما به اون فرد بگین یکی هست به خاطر مثلا بینی ناموزونش افسرده شده، میخنده. ولی من فکر میکنم که ما باید احترام بذاریم به خواسته های مردم، به چیزی که میخوان تا وقتی که در حد معقول باشه. من دارم مریضایی که خواسته هاشون در حد معقول نیست و من رد میکنم. این مریضی که الان شما میبینید 25 سالشه، مشکلی که دماغش داره، بینیش داره، اگه شما بتونید نشون بدین میبینید که دماغش هوک دفورمیتی داره، میگن مثل این بالاش استخون زیاد داره، اینجا هم سپتومش بالاست. حالا کاری که ما باید بکنیم سپتومش رو کوتاه میکنیم، استخونش رو از اینجا یه ذره میاریم پایین، دماغش رو یه ذره خودش میخواد تیپش رو میبریم بالا و این کارتیلجای قزلفا اینجا براش کوچیک میکنیم. بله، من الان در این دوران 11 سالی هم که من تو جراحی زیبایی بودم خوشبختانه تکنیک‌های جدیدی درست کردیم برای جراحی زیبایی، خصوصا لایپوساکشن. من تکنیک جدیدی که سال 97 درست کردم در تلویزیون‌های امریکایی همه نشون دادن و از طرف رئیس انجمن لایپوساکشن امریکا از من قدردانی کردن به خاطر تکنیک جدیدی که در لایپوساکشن ما درست کردیم و تعداد زیادی از جراحان می اومدن و پیش ما این تکنیک رو یاد می گرفتن که خیلی کار رو راحت تر کرده بود، خونریزی کمتر بود و نتیجه خیلی مطلوب تری میداد به مریض ها. Fox 11 News, the Southland's #1 news at 10. Tony McEwing joins us, coming in from the newsroom with a look at a breakthrough, in plastic surgery? You would think it was wonderful music. You sang it. Anyway. No editorial comments. No, actually, this is actually a wonderful story. It is a liposuction technique which is virtually bloodless, painless, scarless, with a quick recovery time. Vibrotumescent liposuction also reduces the dimples and unevenness that some get with traditional liposuction. Now we're going to watch a 39-year-old patient go through the procedure, but we do have a warning for you. Some of the pictures may be graphic for our sensitive viewers. Again, this vibrotumescent technique uses a vibration method invented by Dr. Fred Sahafi. By vibrating the tissue very strongly, we can even out the result and make the final result totally smooth with no wave. Time for Jody's operation. Today, she'll be getting fat removed from her upper and lower abdomen. While Dr. Sahafi scrubs, Jody is given a new type of anesthesia that puts her in a light sleep. Next, the doctor prepares the cannula, used to liquefy the fat and suck it out. Although she doesn't look like she needs liposuction, take a look. So that's the thickness of the skin and the fat before the lipo. And we will do it at the end. You will see the difference. Before the procedure, he numbs the skin to reduce post-op pain, makes a small incision the size of a pinprick, and inserts the cannula to pump in a liquid mixture of saline, a local anesthetic, and epinephrine to stop the bleeding. This liquid is going to make the fat kind of liquid, so it's easier to take it out. Once the solution is in place, he uses the vibration machine. That's going to make sure that the liquid now is everywhere. Then the actual extraction of fat begins. In total, about a pound will be removed from Jody's midsection. If you think this liposuction technique is amazing, consider this. This operation will take only about 30 minutes, and she'll be able to go back to work, believe it or not, tomorrow. ولی ما برنامه داریم انشالله اگه خدا بخواد در جزیره کیش یه مرکز جراحی زیبایی درست کنیم که با برنامه‌ای که ما داریم اگر مسئولین هم در جزیره کیش با ما همکاری بکنن، برنامه که است ما یکی از بزرگترین و زیباترین مراکز جراحی زیبایی دنیا رو در جزیره کیش بزنیم.
انشالله اگر خدا بخواد شاید امسال تابستون کلنگش زده بشه و واقعا فکر میکنم برای مملکت ما افتخاری باشه، برای اینکه خیلی سعی میکنن متاسفانه در دنیا که یک تصویر زشتی از مملکت ما نشون بدن و ما هایی که خب مرتب میریم ایران و میدونیم این درست نیست. نمیگم همه جا مشکل داره، 100% در ایران ما مشکل هست. یعنی کسی اگه بگه در ایران مردم مشکل ندارن گزافه‌گویی کرده، دروغ گفته. 100% مشکل هست همه جا، هم اینجا امریکا هم هست. اگه من بخوام مشکلاتی که مردم در امریکا دارن برای شما بگم، باید شما 2 ماه اینجا بشینین به حرف من گوش بدین. ولی مسئله اینه که مردم، یک رئیس جمهور امریکا یه دفعه کندی حرف قشنگی زد، گفت هیچ وقت نگین که امریکا برای من چیکار کرده، شما اول بگین شما برای امریکا چیکار کردین. ما هم باید اینو بگیم ما برای مملکتمون اول چه کار کردیم، بعد بپرسیم مملکت برای ما چه کار میکنه. باید هر ایرانی، من ببینیم بعد از واقعه 11 سپتامبر یک حالت خیلی ملیگرایی و پرچمگرایی در امریکا بین مردم یک تب داغی شد و من هیچ وقت یادم نمیره وزیر دادگستری امریکا گفت، خودش تعریف میکرد، میگه من داشتم با لیموزین از یه پلی رد میشدم و دیدم که هوملس‌ها، یعنی اینا که خونه ندارن و پایین پل بروکلین زندگی میکنن، اینا که توی باکسای، یعنی تو جعبه‌های مقوایی زندگی میکنن و به نون شب محتاجن، پرچم امریکا رو زده بودن بالای خونه کاغذیش. یعنی تمام مشکلات به کنار، اگر مملکت من مشکل داشته باشه، وقتی بخوان برای مملکت من اذیت کنن، آزار کنن، من پرچم بالای اون خونه کاغذی میذارم. ما ایرانی‌ها باید این طرز فکر در ما به وجود بیاد. باید بفهمیم که مملکت ما و دین ما و فرهنگ ما مقدسه. اونجوری نیست که به هر چیزی بفروشیمش. تا وقتی که این فرهنگ در ایرانی جا نیفته، اصلا حق نداره بگه مملکت برای من چیکار کرده. شما بگید من برای مملکتم چیکار کردم، من برای دینم چیکار کردم، من برای آینده بچه‌هام چیکار کردم. ما ایرانی‌ها باید یاد بگیریم آینده نگر باشیم. ما ایرانی‌ها متاسفانه به ما یاد ندادن که 50 سال آینده رو نگاه کنیم. ایرانی همش فکر 1 سال آینده است، میگه 1 سال آینده چی میشه، در صورتی که ما باید برای بچه‌هامون برنامه‌ریزی کنیم. من وقتی که توی امریکا خیلی از اسلام طرفداری میکنم، هر جا میشینم، چیز برای این نیست که فقط تبلیغ اسلام کرد، برای که میگم پسر من یک پسر مسلمونه و توی این مملکت هر روزی ازش بپرسن دین چیه، خواهد گفت دین من اسلامه. پس من باید آینده این مملکت، و اگر پسر من بخواد یا دختر من اینجا زندگی کنه، باید آینده‌ای براش بسازم که به مسلمان بودنش افتخار کنه، نه اینکه سرشو بندازه پایین و احساس کنه که بله ما مسلمان‌ها رو اینا دوست ندارن، ماها رو به یه چشم دیگه ای نگاه میکنن. دوست دارم پسر من افتخار کنه به اینکه مسلمانه، افتخار کنه که یه سری قوانین رو در این مملکت رعایت میکنه. و ما موقعی که به سفر مکه امسال من و خانم و بچه‌ها همگی با هم رفتیم سفر مکه. چون پسر من 1 ماه مدرسه نبود، معلم ازش خواسته بود که یک خاطراتی بنویسه از این 1 ماه که اون مشقش باشه. پسر من هر روز که ما مکه و مدینه بودیم خاطره می نوشت. یه صفحه خاطره بود، یه صفحه هم نقاشی میکرد. و حالا دوست داشتم اونو بیارم نشونتون بدم. یه چیزی حدود 20 صفحه‌ای نوشته بود، توی کتابچه‌ای بود که ما برگشتیم اینو به معلمش دادیم. عکس خانه خدا رو کشیده بود، نشون داده بود مردم دارن دورش میچرخن. بعد عکسش خودشو، مثلا عکس من ازش گرفته بودم، اون عکسای با احرام و اینا رو زده بود به کتابش. خیلی جورنال قشنگی درست کرده بود و هر سال تو مدرسه اینا رو میذارن برای مسابقه جورنال بچه‌ها رو، که رامتین اول شد. یعنی جورنالش اسمش رو صدا زدن، جورنالش رو زدن، بهش چیز داد، جایزه دادن که جورنالی که شما نوشتی بهترین بوده. بعد دوباره از بچه‌ها خواسته بودن که شما بیاین و هر کسی راجع به یک شخصیت معروف امریکا یه کتابی بخونه و بنویسه. خب ما دیدیم که چیکار بکنیم. ما مالکالم اکس رو انتخاب کردیم که مالکالم اکس خب مسلمون نبود، خیلی دلش می‌خواست زود پولدار بشه، خودشو تو دردسر انداختنش زندان. در زندان شروع کرد مذاهب مختلف رو مطالعه کردن. بعد از مطالعه فراوون و مطالعه قرآن به دین اسلام گرفت و مسلمون شد و شروع کرد تبلیغات برای اسلام در امریکا و به خاطر همینم جونش رو از دست داد و کشتنش. پسر من داستانی که نوشت راجع به مالکالم اکس بود، داستان زندگیشو نوشت و وقتی ازش سوال کرده بودن که چرا تو مالکالم اکس رو انتخاب کردی به عنوان قهرمان داستانت، گفت برای اینکه منم رفته بودم مکه، اونم رفته بود مکه.
ما هر دو یه جا بودیم و اینم جایزه گرفت تو مدرسه رامتی. یعنی میخوام بگم ما مسلمان‌ها باید اینو بفهمیم. ما گاهی وقتا تو مغز خودمون فرو میکنیم که نه، امریکایی‌ها تبعیض نژادی قائل میشن، امریکایی‌ها ما رو دوست ندارن، امریکایی‌ها ما رو اقلیت حساب میکنن. نه، امریکایی‌ها اگر شما بتونین باشون یک ارتباط منطقی و اینتלקچوال به قول معروف روشنفکرانه باشون برقرار کنین، نه تنها بعدشون نمیاد، بس خیلی تشنن، بسیار تشنه اینن که بدونن ما مذهبمون چیه، ما فرهنگمون چیه، برای که میبینن ما از لحاظ خانوادگی موفقیم، میبینن ما از لحاظ بیزینسی موفقیم، میگن خب راز موفقیت اینا چیه؟ چرا اینا خانواده‌شون خیلی وابسته است تا که خانواده ما پخش و پلان؟ چرا اینا بچه‌هاشون هنوز 20 سالشونه پیش پدر مادرشون هر روز میان سر میزنن یا هستن؟ چرا مثلا اینا خانوماشون، شوهرها اینا اینقدر به هم وابستن؟ علتش چیه؟ و ما بهشون علتش فقط فرهنگ ماست، دین ماست. دین ما برای ما یه باید و نبایدایی گذاشته و رعایت اون باید و نبایدها باعث شده که ما تو زندگیامون خوشبخت باشیم. باید یاد بگیریم که با امریکایی، با اروپایی، با هر کسی ارتباط برقرار کنیم، دعوتشون کنیم، بیان خونه ما، باشون صحبت بکنیم. اینی که بریم تو لاک خودمون. مثلا من همیشه ایرادی که به مراکز فرهنگی اسلامی که در اینجا هستن میگیرم، میگم ببینین ما یه عده‌ای هستیم، همش یه جا جمع میشیم دور هم در یک مرکز اسلامی و همیشه هموناییم، نه کسی جدیدی به ما اضافه میشه، نه ما میریم با کسی ارتباط برقرار کنیم، فقط خودمونیم. خب این یه محیط بسته است. ما باید سعی کنیم که این محیط رو باز کنیم، سعی کنیم ایرانیای دیگر رو بیاریم تو محیط خودمون. باید سعی کنیم بریم با امریکایی‌ها، با مسیحی‌ها، با کلیمی‌ها، با کسایی که آدمای خوبی که در این مذاهب هستن ارتباط برقرار کنیم، باشون حرف بزنیم، باشون دوستی برقرار کنیم، بیان خونه شما شام بخورن. نباید ما قطع رابطه کنیم با اینا، چون کسایی که دوست دارن به این مسائل اختلافی دامن بزنن از این قضیه سوء استفاده میکنن. من الان تمام کارمندایی که من برای من کار میکنن، خب همشون مسیحیان یا کاتولیکن یا کریستیانن، ولی تمامشون من به همشون قرآن رو به زبان انگلیسی دادم. یکی از کارمندای من تمام قرآن رو خونده از اول تا آخر. حالا اونای دیگه شاید مثلا 10 صفحه یه مقداری خوندن، ولی یکیشون تمام قرآن رو خونده و بسیار از خوندن قرآن لذت میبره. که من داشتم میرفتم مکه، به من گفت تو رو خدا اونجا رفتی منو دعا کن. و میبینن من مثلا تو آفیسم من همیشه نماز ظهر و عصر رو توی آفیس میخونم. میبینن من موقع عمل که میشه، به محض که عمل صبحم تمام میشه ساعت 12:30 هر کاری هست میذارم کنار، برای نماز میرم، نمازمو میخونم، اینا هم میبینن، احترامم میذارن. هر مریضی هم هست وقتی منتظر میگن دکتر is doing his prayer as soon as he's gonna be done میاد شما رو میبینه. و فکر میکنم ما باید واقعا افتخار کنیم به مذهبی که داریم، به دینی که داریم و سعی کنیم نشون بدیم اینو به بقیه، منتها با یک دید مثبت. دین باعث خوشبختی انسان میشه، دین باعث پیشرفت علمی انسان که نمیشه. شما فرض کنین یه مزرعه دارین، هی بشینین اونجا، هی نماز بخونین، هی روزه بگیرین، هی با خدا راز و نیاز کنین، گندمی تو مزرعه نه سبز نخواهد شد. تا وقتی نرین، شخم نزنین، زحمت نکشین، عرق نریزین، آبیاری نکنین، گندم نمیده اون مزرعه. حالا شما گندم میکارین، شما هم که دعا میکنین خدا این گندمی که من کاشتم ان شاءالله محصول خوبی بده. اون یه چیز جداییه. اون برای اینه که آسایش خیال به شما بده که این زحمتی که میکشین بیهوده نیست و حتی اگرم خراب شد یه حکمتی در کار بوده. ولی این دلیله. حالا جوانای ما باید این مسئله رو بفهمن که با خوندن نماز نه کسی دکتر شده و با نخوندن نماز هم هیچ کس دکتر نشده. این یه چیز کاملا دو تا مسیر جدا از همن. حالا ما وقتی با دوستان صحبت میکنیم برمیگردن میگن که خب شما که دیگه حالا قوانین اسلامو میخواین مو به مو اجرا بکنین، خب دیگه شما رستوران کجا میرین؟ نمیدونم بیرون نمیتونین برین، هیچ جا. گفتم نه، این حرفا چیه؟ ما مرتب هفته 2-3 بار نهار و شام میریم بیرون با خانم بچه‌ها میخوریم. الان اومدیم اینجا با همگی رستوران که گوشتش هم حلاله، تبلیغ هم میکنه که گوشتش حلاله.
و جوانای ایران اگر میخوان موفق بشن باید آینده نگر باشن، باید زحمت بکشن. شما ببینید جوانای امریکایی، اون جوونی که شما میبینین مثلا طراحی اون موشکی رو میکنه که میره کره مریخ میشینه، اکثرشون ایرانیه. اکثر کسایی که تو کمپانی‌های کامپیوتر امریکا مقامای خیلی خیلی بالا رو دارن ایرانیان. نمیگم مسلمانن، ایرانیان. یعنی نه عربن نه چاینیزن، نه ایرانی. شما ایرانی‌ها در سطح‌های بالا در امریکا واقعا کارهای خارق‌العاده و عجیب و غریبی میکنن. ما توی اسمی ازشون نیست. برای اینکه خب برنامه اینه که اسمی ازشون نباشه، چون اگه اسمی ازشون باشه اعتماد به نفس ساخته میشه. این اعتماد به نفس فعلا نباید وجود داشته باشه. بنابراین من توصیه‌ای که به جوونا دارم اینه که آگاه باشن، با چشم باز به مسائل نگاه کنن، ظاهر رو نبینن، گول نخورن. اگه آدم ظاهر بین باشه همیشه تو زندگی گول میخوره، همیشه. باید با چشم باز و با فکر کاراشون رو انجام بدن. اینی که مثلا فرض کنین فلان جوون ما تو ایران مثلا الگوشو میکنه مایکل جکسون، خب اون دانشجوی امریکایی که داره تحقیق راجع به رشته پزشکی میکنه اون اصلا تلویزیون نگاه نمیکنه. من اینو میگم به شما چون میدونم تمام کسایی که در امریکا خیلی موفقن نمیذارن بچه‌هاشون تلویزیون ببینن. امریکایی‌ها رو میگم، من به ایرانی‌ها کاری ندارم. تمام امریکاییایی که خیلی موفقن نمیذارن بچه‌هاشون کیبل‌ها رو تماشا کنن. چرا؟ برای اینکه میدونن این برنامه‌ها بچه‌هاشون رو از پیشرفت نگه می‌داره. ولی چی؟ بچه‌های ما تو ایران اینا الگوشون میشه. مایکل جکسون میشه الگوشون، مادونا میشه الگوشون. نمیدونم مثلا فلان تنیس پلیر یا فلان مثلا بسکتبال پلیر که اینا همه تو کار مواد و نمیدونم زندگی‌های واقعا فاسد و کثیفی دارن، اینا میشن الگوی جوانای ما. جوانای ما باید اینو بدونن که با کردن اینها الگوشون نخواهند چیزی به کره ماه و مریخ بفرستن، نخواهند توانست تکنیک‌های پزشکی کشف کنن، نخواهند توانست سیتی اسکن و ام آر آی درست کنن. نه، به این چیزا نیست. شما برو دانشکده، برو درس بخون، فعالیت کن، زحمت بکش. هی هم نگو که نمیشه. امریکا هم 200 سال پیش، 300 سال پیش هیچی نداشت. تمام تاریخ این مملکت 400 سال. اینا 400 سال پیش هیچی نداشتن. ولی به خاطر فعالیت و زحمت به همه چی رسیدن. فقط میگم به همه چیز مادی رسیدن. ولی خب از اونورم همه چی رو دارن متاسفانه از لحاظ معنوی از دست میدن. خانواده‌هاشون همه اصلا پاشیده است. جوونا با پدر مادرشون مشکل دارن. از اون نظر واقعا جامعه داره اصلا میپاشه و اینا خودشون هم میدونن اینو. ولی متاسفانه توی گردابی گیر کردن که دیگه بالا اومدن توش وجود نداره. دیگه نمیشه بالا اومد. فقط میشه کندش کرد این پایین رفتن. و خودشون هم اینو میدونن. کما اینکه الان شما میبینید که مثلا دولت اخیر امریکا، دولت بوش، شدیداً دارن چیزای مذهبی رو دوباره زنده میکنن در امریکا. مثلا تا چند وقت پیش میگفتن اصلا اسم خدا نباید توی مدرسه بیاد، برای اینکه مدارس ما سکولار، مدرسه سکولار که نباید اسم خدا بیاد، باید همه آزاد باشن. گفتن نه، الان اسم خدا تو مدرسه میاد، صبح به صبح که اون الیجنس رو میخونن اسم خدا رو میارن. الان یه سری قوانین مذهبی داره دوباره تو امریکا شکل میگیره، یعنی دارن میگن نه این کار نمیشه کرد چون مخالف کتاب ماست، این کارو نه. یعنی اینا دارن برمیگردن به مذهب. وقت جوانای ما دارن میگن نه ما باید مذهب رو بذاریم کنار. یعنی ما همیشه از اینا 50 سال میخوایم عقب باشیم. اینا دارن میفهمن که مذهب میتونه نجاتشون بده. ما داریم مذهب رو میذاریم کنار که تازه 50 سال دیگه مثل اینا بشیم، بعد بفهمیم نه اشتباه کردیم. نه، بیایم عاقل باشیم، بیایم زرنگ باشیم. مسلمون باید زرنگ باشه. مسلمون نباید زود احساساتی بشه، رو احساسات یه تصمیم بگیره، 4 تا تصویر. متاسفانه امروز دنیا دنیای مارکتینگه، دنیا دنیای تبلیغات، دنیا دنیای تصویره. شما اکسپریانس پاولوف رو دیگه حتما همه شنیدن. پاولوف یه اکسپریانسی کرد، اومد یه سگی رو آورد، هر وقت که می‌خواست بهش غذا بده یه صدای زنگی رو به صدا در می آورد، یه دقیقه بعد بهش غذا میداد. 20 بار که این کارو کرد، وقتی صدای زنگ گذشت دیگه به سگ گوش نداد. ولی به محض که صدای زنگ می اومد، غدد بزاقی اون سگ شروع می‌کرد به ترشح کردن. بهش میگن کاندیشن شد. یعنی آماده شد برای یک کاری بدون این کار وجود داشته باشه. و الان تبلیغات دنیا تمامش رو همون اکسپریانس پاولوفه. یعنی شما رو میان کاندیشن میکنن که شما سیچویشن A رو شما میبینید، اتوماتیک مغزتون میره به طرف سیچویشن B، در صورتی که اصلا وجود خارجی نداره. به شما میان میگن آقا جون علت این که امریکا پیشرفته است به خاطر اینکه مثلا مادونا داره،
به خاطر اینکه شما آیا تا حالا شما تو تلویزیون‌های ستلایت که برای کشور خارجی پخش میشه چند بار تا حالا به شما دانشمندای آمریکایی رو نشون دادن؟ چند بار تا حالا پزشکای معروف رو نشون دادن؟ شما هیچ وقت اونها رو نمیبینید. هیچ وقت. موفقا رو شما تو امریکا تو تلویزیون هیچ وقت نمیبینید. کیا رو میبینید؟ فوتبالیستا، بسکتبال پلیرها، خواننده‌ها، هنرپیشا. اینا الگوان. اینا رو برای ما الگو میکنن. وقتی این برای جوان ما الگو شد، دیگه فاتحه‌اش خونده است. ما باید جوان ایرانی باید زرنگ باشه. باید ببینه که الگوش چیه. و خوشبختانه ما داریم الگو. خیلی هم داریم. ما ابوعلی سینا داریم. شما هیچ میدونید که ابوعلی سینا همین الانم بعضی از چیزایی که تو کتاباش اون موقع قانونشه همین الانم تو دانشگاه تدریس میکنه. ما خیام داشتیم. ما دانشمندایی داشتیم که کولاک کردن اون موقع، ولی تمامشون هم مسلمانای آنچنانی بودن و اسلامو کاملا مو به مو رعایت میکردن. ولی نه اینکه چون مسلمان بود ابوعلی سینا شد، زحمت کشید، درس خوند، شبا بیداری کشید تا 4 صبح زیر نورش هم درس خوند، ولی نمازش هم خوند. پاک موند و دانشمند شد. فقط دانشمند نبود، پاک هم بود و اینا رو خدا بهشون کمک میکنه. اگه آدم به خدا اعتقاد داشته باشه، خدا کمک میکنه. خدا توی سوره بقره میگه لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. یعنی شما به علم دسترسی پیدا نمیکنید مگر اینکه من بخوام. منتها اون خواستن، گفتم باز اون نیست که شما نماز بخونی بگی خدایا من میخوام دکتر شم. میگه نه، خدا میگه من قضا و قدر گذاشتم. قضا و قدر اینه که شما میخوای دکتر بشی با درس بخونی. باید شبا تا 3 صبح چراغت روشن باشه، وقتی همه خوابیدن یا همه دارن رفتن گردش و مسافرت، تو نشستی داری درس میخونی. تو این کارو بکن، منم کمکت میکنم. یه دکتر موفقت میکنم. یه کسی میکنم که تو زندگیت من دکترایی میشناسم که در رشته خودشون خیلی خوبن، ولی از لحاظ زندگی شخصی بدبختن. بچه‌شو هفته به هفته نمیبینه، اصلا نمیدونه پسرش کجاست. من دوستایی رو میشناسم که پزشک، بهترین خونه، بهترین زندگی داره، بچه‌ش معتاد. با زنش مشکل داره. هر روز با زنش جنگ و دعوا داره. پس ما نمیخوایم فقط پزشک بشیم. میخوایم یک پزشک خوشبخت بشیم. یک مهندس خوشبخت، یک وکیل خوشبخت، یک دانشمند خوشبخت، یک کارگر خوشبخت. هر رشته‌ای فرق نمیکنه. در جامعه ما به همه مردم احتیاج داریم. منتها اگه اون مردم خوشبخت باشن کارشون رو بهتر انجام میدن. اگه پاک باشن کارشون رو بهتر انجام میدن. روزای جمعه صبح زود بچه‌ها رو میبرم مدرسه، بعد برمیگردم خونه، با خانم یه صبحانه میخوریم و بعد میرم یه خورده کار بانکیمو انجام میدم، بعد میرم برای نماز جمعه و بعد از نماز جمعه هم ناهار رو میام دیگه تو قایق. گاهی وقتا میرم ماهیگیری، گاهی وقتا هم میرم یه جزیره هست به نام جزیره کاتلینا که با قایق بوده 1 ساعت و ربع راست. اینجا آدم خودشه و خدای خودش دیگه، یعنی هیچ کی نیست که مزاحم آدم باشه اینجا. خوبیش فقط همینه. یکی از علتایی هم که من این قایق رو خریدم، ما که غار حرا نداشتیم اینجا فرار کنیم بریم اونجا با خدا خلوت کنیم. میام تو این قایق، میرم این زیر، اینم غار حرای ماست، میرم این زیر، اینجا با خدای خودم خلوت میکنم. گاهی وقتا قرآن میخونم، گاهی وقتا دعا میکنم. خلاصه دوران چی میگن اسپریچوال تایم منه به قول امریکایی. و واقعا با هیچ چیزی حاضر نیستم این جمعه بعد از ظهر رو عوض کنم، چون انقدر زندگی توی امریکا استرس داره و انقدر نگرانی داره. واقعا اگه آدم یه چند ساعتی رو اینجوری نذاره از عمرش هیچی نمیفهم.
اصلا ماها باید به دنیا یه چهره جدیدی از مسلمان رو نشون بدیم، برای اینکه خیلی استریوتایپ شدن، چی میگن، خیلی ماها رو کلیشه کردن که مسلمان باید اینجوریه، این مسلمونه چون اینجوریه، اون مسلمان خوبی نیست چون اونجوریه. اینا رو اگه ما ورداریم که مردم فقط خوبی و بدیشون رو به اعمالشون بدونن، نه به ریخت و قیافه و جوری که زندگی میکنن. اعمال مثل که مثلا شما وقتی من جراح میشی نمیان بگن این جراح خوبی چون موشو این شکلی زده، یا مثلا ریششو اونجوری کرده، یا مثلا انگشترش اونجوریه. نه، میان تو اتاق عمل میگن خب بریم ببینیم که ایشون چجوری عمل میکنه، عملش خوبه بده، یا ببینیم مریضاش بعد از عمل چجوری هن. اونجوری یه دکتر جراح رو قضاوت میکنن راجبش. اگه خوب بود میگن این دکتر خوبیه. حالا ما هم باید سعی کنیم که قضاوتمون راجع به مسلمانی خودمون اینجوری باشه، بیایم تو زندگی همدیگه ببینیم آیا واقعا ما اون قوانینی رو که برامون گذاشتن رعایت میکنیم یا نه. اگه رعایت میکنیم که خب بابا آدمای خوبی هست، اگر نمیکنیم یه جای کار ایراد داره. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. باور کن اینا اگر جوانای ما یاد بگیرن قرآن رو بخونن، زیباترین کتاب دنیاست. شما 1000 بارم که بخونی ها سیر نمیشی. خود من قرآن رو الان مدت 5 ساله که دارم از دید علمی بررسی میکنم قرآن رو. سعی میکنم که ببینم آیا یافته‌های پزشکی، یافته‌های فیزیک اینا توی قرآن ما به چه صورت اومده. حالا این از لحاظ علمی، از لحاظ انسانی باور کنین این کتابو هر کس بخونه و بهش عمل کنه به خوشبختی میرسه. خداوندم میگه هر کس این کتابو بخونه و بهش عمل کنه رستگار میشه. حالا دیگه ما گاهی وقتا رو سرکشی و نمیدونم رو یه سری حسابای لجبازی میکنیم دیگه. خودم مثل که شما میرید دکتر میگه آقا این قرصا روزی 4 بار بخور، من نمیخورم، بعد میگم چرا حالم خوب نمیشه. خب گوش نمیکنی دیگه، گوش کن خوب میشه. اصلا مذهبی و غیر مذهبی معنی نداره، خدایی و غیر خدایی معنی داره. شما یا خدایی هستی یا نیستی. تو همین امریکا انقدر آدمایی هستن اینا مسیحی هستن ولی واقعا فرشتن، انقدر آدمای خوبی هستن که اینا خب اصلا مسلمان هم نیستن ولی آدمای خوبی هستن. اون مذهبش رو تا اونجا که شناخته داره بهش عمل میکنه. منتها خب حالا خب اسلامو نشناخته هنوز که بیاد به طرف اسلام، ولی همون مذهبیشو که شناخته بهش عمل میکنه. ما مسلمانان هم باید ببینیم چقدر به مذهب و دینمون عمل میکنیم. اگر عمل کردیم خب حرفی برای زدن داریم، اگر عمل نکردیم بعد دیگه مشکلاتی که پیش میاد نمیتونیم خیلی هم غر بزنیم. گفتم مثل من همیشه مثال پزشکی میزنم، مثل که مثلا این جراحی میره تو اتاق عمل دستشو نمیشوره، میگه آقا دست شستن یعنی چه؟ دستکش دستمه دیگه. میره تو اتاق عمل دستکش دست میکنه، بعد این مریض عفونت میکنه، اون مریض عفونت، این مریض اون مریض. میگه آخه چرا پس اینا عفونت؟ میگه خب بابا شما قوانین جراحی رو رعایت نمیکنی. قوانینش یکیش اینه که باید دستو بشوری قبل از رفتن اتاق عمل. رو پوست مریض باید مثلا دوای ضد عفونی بزنی. اینا رو باید رعایت کنی. نکنی مریض عفونت میکنه، قانونه. حالا بشرم برای که به خوشبختی برسه این سری قوانین رو باید رعایت کنه. اگه رعایت کرد خوشبخت میشه، نکرد خوشبخت نمیشه. خیلی ساده است. اصلا واقعا 2 تا 4 تا است. هیچ مشکلی نیست. ما خودمون مشکلش میکنیم. ببینین مسئله اول اینه که شما آیا به اون چیزی که دارین افتخار میکنین یا نه. من موقعی برام مشکل میشه که فکر کنم اون کاری که میکنم کار خوبی نیست. اعتماد به نفس نداشته باشم. وقتی من اعتماد به نفس دارم و میدونم که دین من بهترین دین دنیاست، میدونم که فلسفه زندگی من بهترین فلسفه دنیاست، نه تنها ناراحت نیستم، با کمال غرور و افتخارم اونجور زندگی میکنم و هر کس هم که از من بپرسه براش توضیح میدم. و مردم وقتی تو شما اعتماد به نفس رو میبینن، شیوه زندگی شما رو بهش علاقه‌مند میشن. حضرت محمد وقتی بهش گفتن بیا ما حاضریم همه جوره باید کنار بیایم، تو فقط مثلا گاهی وقتا دین تو گاهی وقتا دین ما. گفت نه، خورشید رو بذارین دست راست من، ماهو بذارین دست چپ من از سر دینم بر نمیگردم، خدای من این خداست. حالا ما هم اینجوری، ماها تعارف با کسی نداریم که ما به اون مذهبمون، به اون روش زندگیمون افتخار میکنیم. و هر چقدر که برنامه بریزن که اینو اعتماد به نفس رو در ما بکشن و بگن نمیدونم مسلمان‌ها تروریستن و نمیدونم مسلمان‌ها اینا نه، اینا برای ما کاری برای فایده‌ای نمیکنه، یعنی اثری رو ماها نداره. آدم باید محکم باشه. محکم که شد دیگه هیچی روش اثر نمیذاره.
آقا چه سانستی و آسمون عین آتیش شد. نگاه کن چقدر قشنگه، عین آتیش، واقعا زیباست. آدم باید به بچه‌هاش یاد بده از طبیعت لذت ببرن، با طبیعت عشق بازی کنن. وقتی اینجوری بشه اعصابشون راحت تر میشه تا اینکه همش پای این تلویزیونا و نمیدونم پای این گیم‌های کامپیوتر. رو من اصلا قدغن تو خونه ما تلویزیون نگاه کردن تو خونه ما تقریبا هفته 1 ساعت هم نمیبینن بچه‌ها. کامپیوتر هم که اصلا، از این گیم‌ها هم سعی میکنم زیاد بهشون ندم. اینا بیشتر تو حیاط دوچرخه سواری میکنن و با گل و گیاه بازی میکنن، خاک بازی میکنن، میارمشون اینجا با طبیعت. ولی خب این منظره الان خیلی قشنگه. اون بالا که میبینین اونجا رو بهش میگن لانگ بیچ. لانگ بیچ یه شهر نسبتا صنعتیه. یه ذره بالاتر سیل بیچه، یه ذره بالاتر ونیس بیچه، بعد دیگه میرسه به لس آنجلس و سانتا مونیکا و اینا. اینجا که ما هستیم بهش میگن هانینگتون بیچ. تقریبا راه وسط بین اورنج کانتی و لس آنجلس. این دکلای نفتیه. اینا دکلای نفتیه، اونام کشتی‌های بارگیری هن که اینجا الان چون اکثر انبارا پرن، اینه که بعضی وقتا این کشتی‌ها مجبور میشن 3 روز تا 4 روز تو دریا میمونن تا جا خالیش باراشون رو خالی کنن. کالیفرنیا نفت زیاد داره آقای دکتر؟ کالیفرنیا بله نفت خیلی داره. خیلی نفت زیاد داره. از این دکلا ببینید الان یکی دیگه هم اون ته هست. از این دکلا یکی دیگه هم اون ور است. از اینا تا مکزیک شما برسین یه چیز حدود 30-40 تا از این دکلا است. بالا به طرف لس آنجلس هم هست. اونور لانگ بیچ یه ذره بالاتر لس آنجلسه. این ورم میره به طرف سن دیگو و پایینتر دیگه مکزیکه. یه چیز حدود 120 کیلومتر تا مکزیک. تمام این کارهایی که ما میکنیم برای اینه که به یه لحظه آرامش برسیم. منتها یادش میره آدم دیگه. من نمیدونم چجوری دنیا آدمو گول میزنه. این دنیا یه کاری میکنه آدم مسخ میشه، اصلا یهو مست میشه، یادش میره که اصلا جریان چیه. اینه که این مواقع که آدم میاد اینجا دوباره این کامپیوتری که ریست میشه دوباره ریست میشه، دوباره آدم یادش میاد که واسه چی اصلا زنده است. ما نیومدیم کار کنیم تو این دنیا، اومدیم که خودمون رو بشناسیم، ببینیم کی هستیم، از کجا اومدیم، کجا میخوایم بریم. و خوشبختانه ما هم چی میگن داریم، الگو زیاد داریم. یه چیزی که ما مذهب شیعه قشنگ ما مسلمونا داره الگوه. خیلی ما الگو زیاد داریم، از پیغمبرمون گرفته تا تمام اماما. شما اینا رو نگاه کنین، اینا معلمن دیگه، به ما یاد میدن که بشر شما گول نخور، بیا ببین این ور مرز چه خبره، بیا ببین این ور خط این ور دیوار چه خبره، خود تو گول نزن. اینا رو ما داریم، ما این معلما رو داریم. وقت متاسفانه جوانای ما، نه جوانای ما، جوانای همه دنیا. من اروپا 12 سال زندگی کردم، فرانسه بودم، جوانای اروپا رو میبینم، جوانای کشورهای دیگر رو میبینم، همه مسخ فرهنگ امریکا شدن. خود فرانسه میدونید چقدر قهرمان داره. البته خب قهرمانای اینا قهرمانای جنگی ان، قهرمانای مذهبی نیستن، ولی ما قهرمانهای انسانی داریم و با وجود همچین قهرمانای الگوهای جوانای ما شدن یه مش از این خواننده‌ها و از این هنرپیشه‌های امریکایی. و که وقتی من چون خودم تو کار جراحی زیبایی بودم، من مریض زیاد دارم، کسایی که تو کار هنری و فلان تو امریکا هستن و واقعا من خوب زندگی شخصی اینا رو از نزدیک دیدم. اینا خیلی آدمای، نمیخوام این اصطلاح بفهمید، آدمای بدبختی ان، واقعا خیلی رنج میبرن تو زندگیشون. ما فقط ظاهرشون میبینیم، اسکار رو نمیدونم فلانی این کارو کرد و فلان ماشین رو سوار میشه و نمیدونم فلان کارو میکنه، ولی من تو زندگیاشون بودم از لحاظ معنوی پوچ. من خودم نه از اساس خانواده مذهبی نیستم، من نه پدرم مذهبی بود، مادرم هم یه خورده ولی مذهبی اونجوره. پدرم که اصلا، خانواده ما اصولا شاید بگم 95% خانواده ما اصلا مذهبی نیستن، یعنی مذهبی نیستن که اصلا اکثرشون نماز هم نمیخونن. ولی خب خداوند چی میگن، یه گاهی وقتا بعضی بنده هاش حالا به چه علت و چرا آدم نمیدونه دعوت میکنه. ما هم خدا رو شکر در سن 40 سالگی هم 5 سال پیش، من تا 40 سالگی هم زیاد مذهبی نبودم، ولی خب یه اتفاقاتی افتاد که مقدار اتفاقات شخصی بود و خدا رو 100,000 مرتبه شکر هدایت شدم و از اون روزم میگم واقعا روز به روز از زندگیم خوشحالتر، راحتتر، زندگی خانوادگیم بهتر، رابطم با خانمم بهتر، رابطم با پدر مادرم بهتر، با خواهرام اصلا یه جور دیگه شد. واقعا میگم که چه میگم، خداوند میگه نوری من
با نور خودم زندگی شما رو روشن میکنم. اونم نور روح دیگه، میدونی نور چشم خورشیده، نور روح ما نور خداونده که وقتی میاد زندگی روحانی ما، زندگی روحی ما روشن میشه و اون روشنایی باعث میشه که ما راحت زندگی کنیم دیگه. تو تاریکی قدم ور نداریم، هی بخوریم به این ور، بخوریم به این ور، بیفتیم زمین. راحت با قدم‌های استوار، چون نور جلوتونه، راحت زندگیتون ادامه میده. و آره من مذهبی نبودم و الان افسوس میکنم چرا زودتر نشدم، ولی خب به قول امریکایی is never too late. ببینید زندگی غیر مذهبی شما زندگی میکنی، یعنی اونم میری سر کار، از سر کار برمیگردی، بعد یه درآمدی داری، زندگی میکنی، اونم زندگی میکنی. یه آدم مذهبی هم زندگی میکنه، یعنی اگه شما از لحاظ ظاهری زندگیشون رو نگاه کنی شاید اونقدر فرق نبینی، ولی وقتی داخل زندگیشون میرین، یعنی میرین یه مقدار میذارین زندگی رو زیر ذره بین. میدونین به قول اینا که تو علم فیزیک هستن میگن شما وقتی ریسمون از دور نگاه میکنین یه بعد بیشتر نداره، ولی وقتی نزدیک ریسمون میشین ریسمون 2 بعدی میشه، بعض وقت 3 بعدی میشه، بلکه وقت همش رو میبینید. زندگی انسان هم همینجوری از دور که ما نگاه میکنیم یه بعد داره، اونم بعد مادیش، ما اون بعد رو میبینیم. بله فلانی ماشین فراری داره، نمیدونم خونش 5 میلیون دلاریه، نمیدونم خانمش مثلا فلان داره، خودش این داره، اینا رو ما میبینیم از دور و به اینا علاقه‌مند میشیم. بعد که یه ذره نزدیکتر میشیم شروع میکنیم یه بعد دیگر رو دیدن، بعد میبینیم که نه اون بعد چنگی به دل نمیزنه، مثل که مشکلاتی هست، یه چیزایی هست. تازه آدم شروع میکنه به شک. یه ذره که آدم نزدیکتر میشه بعد سومو که میبینه شکش تبدیل به یقین میشه که میگه آقا زندگی بدون معنویت خیلی زندگی پوچیه. خب من الان چون هر دوور قضیه بودم خیلی راحت میتونم قضاوت کنم. من وقتی که اون ور قضیه بودم، یعنی وقتی که اون ور دیوار بودم، شاید هیچکی به گرد من نمیرسید تو مادیگرایی، ولی حالا که اومدم این ور دیوار میبینم که خب میتونم حس کنم. شاید یک کسی که همیشه این ور دیوار بوده، یعنی همیشه معنویت از بچگی تو خانوادش بوده، نفهمه که چه میگه قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. اون چون مصیبت نداشته نمیدونه چی داره، قدرش هم شاید گاهی وقتا ندونه و شاید گاهی وقتا خیلی آسون از دستش بده. ولی یک کسی که این ور دیوار بوده و دیده مصیبت رو چشیده، میدونه چیه، وقتی میاد این ور دیوار نه تنها دیگه هیچ وقت پاشو اون ور دیوار نمیذاره، بلکه با چنگ و دندون به این ور دیوار میچسبه، چون میدونه که اگه از این ور بیارنش بیرون دوباره بدبختی‌ها شروع میشه. اینه که من فکر میکنم واقعا کسایی که خوشی زده زیر دلشون به قول ما ایرونیا باید هر دوور رو نشونشون بدن، منتها نه با زور، چون به قول ما میگه لا اکراه فی الدین، نمیشه بشر رو به زور به مذهب گرایش داد، امکان نداره. هر کسی رو شما به مذهب بخوای به زور بیاری به قول امریکایی بکفایر میکنه، یعنی نتیجه عکس رو میده. باید نشون داد، میدونین باید زیباییش رو نشون داد. با دیدن زیباییش ناخودآگاه آدم کشیده میشه. میدونی مثل بوی گل، شما وقتی که خود گل رو ندیدی با بوی گل به طرف گل میری، بعد عاشق گل میشی، بعد گل رو بو میکنی میگه این بو پس از این بود. اینه که جوونا هم باید با عشقش بیان جلو، بفهمن چه خبره اونور. وقتی فهمیدن میان خودشون دیگه، اصلا احتیاجی نیست شما پوششون بکنید، احتیاجی شما مجبورش بکنید، با جون و دل میان. و یکی از کارهایی که امام حسین کرد برای ما، امام حسین بوی مذهبه، امام حسین عطر اسلامه. یعنی آدم هر وقت راجع به امام حسین اشک تو چشاش جمع میشه. امام حسین عطر اسلامه، یعنی کسی که امام حسین رو بشناسه وقتی اون عطرش بیاد توی بینیش، اون دیگه میره دنبال اسلام، یعنی میره تا به اون گل برسه. و ما باید، من شخصا بچهای من یکی 6 سالش یکی 4 سالش، الان که نمیتونم راجع به مذهب باشون صحبت بکنم، ولی بچهای من تمام قضیه کربلا رو میدونن، داستان امام حسین رو براشون تعریف کردم. بچهای من عاشق امام حسین، دخترم 4 سالشه، پسرم 6 سالشه، عاشق امام حسین. و وقتی ازش من مثلا هر کی رو من پسر و دخترم میگم منو بیشتر دوست داری یا اونو، میگن تو رو. حالا شما ازشون بپرسین، شما یه دفعه مثل که پرسیدین ازشون، گفتین باباتون رو بیشتر دوست دارین یا امام حسین رو، یه خورده مکس کرد گفت هر دو تاشون. این نشونه علاقه شونه. و من به همه پدر مادر رو توصیه میکنم هیچ کار نمیخواد بکنین، نمیخواد بچه‌تون رو مجبور کنین قرآن بخونه، نمیخواد نماز به هیچ. وقتی کوچیکن عشق امام حسین رو به دلشون بندازین، اون عطر اسلام رو به دماغشون بندازین، بعد دیگه ولشون کنین. اون خودش دنبال عطر میره، خودش دنبال اون بو میره و میرسه به اون گل. این توصیه‌ای که من میتونم بکنم
به عنوان کسی که شورتکات کرد به قول امریکایی‌ها شناخت اسلامو، این من فکر میکنم که امام حسین کار رو راحت کرد، یعنی اتمام حجت کرد. برای همین که واقعا میگن امام حسین نور هدایت و سفینه نجاته، واقعا برای همینه. یعنی هر کسی که یک لحظه، من با این که الان یادای مذهبی هستم، گاهی وقتا یهو یه حالت شک و تردیدی در من به وجود میاد، یهو که چرا اینجوریه، بعد یه آن که به داستان کربلا و امام حسین فکر میکنم تمام شکام برطرف میشه، یهو دوباره انگاری یه نوری میاد راه منو روشن میکنه. و اینو ما باید قدر بدونیم. ما باید نه اینکه فقط سینه بزنن. خیلی هستن مثلا فکر میکنن عاشورا تاسوعا فقط سینه بزنیم، همین سینه بزنیم و نه این نیست. شما باید اول امام حسین رو بشناسی، ببینی امام حسین چی کار کرده. ما مثلا قوقای امام حسین، کاری که امام حسین تو کربلا کرد عجیبه. یعنی آدم باید هر چی راجبش فکر کنه به تش نمیرسه، هر چی آدم راجبش فکر کنه به تش نمیرسه. باید آدم اینا رو بشینه راجبش فکر کنه و به جوونای ما اینو نشون داد. جوونی که بفهمه. آخه فهمیدنش هم باید وقت گذاشت، باید دل گذاشت. کسی که بفهمه است که شما زکام باشی یا دماغتو بستی، هی من بهت بگم عطر گل، میگه عطر گل چی؟ میگم بابا این پنسو از رو دماغت بردار تا من راجب عطر گل باهات صحبت کنم. وقتی که امام حسین رو شناختن، اون وقت ببینیم که چه اسلامی در بین جوان‌ها به وجود میاد، چه اسلام نابی، اسلام واقعی. به امید خدا. خب ما باید با عزتون برگردیم یواش یواش، وگرنه باید شب همینجا بخوابیم. تو آسمونا پی مستی، نمیدونه تو پادشاه آسمونا هستی. فرصت تازه بده تا گل بکارم، ابرم و آتیش بزن بارون میبارم. همسایه خورشیدم، گردابه تردیدم، سرمایه خاک و گل، من خاطر غمگینم. تو آسمونا پی مستی، نمیدونه تو پادشاه آسمونا هستی. فرصت تازه بده تا گل بکارم، ابرم و آتیش بزن بارون میبارم. همسایه خورشیدم، گردابه تردیدم، سرمایه خاک و گل، من خاطر غمگینم.
آره یه مشکل مردم این روزا میدونین چیه؟ مشکلشون اینه که یادشون رفته که میمیرن. ماها همگی صبح که از خواب بیدار میشیم هی میدویم یه بار هر روز یکی باشه به ما بگه بابا هممون رفتنی هستیم. اینه که از این زندگی که دارین سعی کنین خوب استفاده کنین، یعنی هم فکر این دنیاتون باشین و هم فکر اون دنیا.